درود برای همه بیننده‌های عزیز شبکه‌های اجتماعی دلیر موبایل، اونهایی که ویدیوی ما رو در اینستاگرام، تیک تاک، یوتیوب یا فیسبوک می‌بینند. این پرسر و صدایی این سیر ماشینی، سیر آدمی طبق اطلاعی که ما داریم نه بیشتر از یک ماه دیگر است که از روی فرمان شهرداری و قرارداد دو طرفه و حضور صاحبکارای بازار سلطان کبیر که ما اطلاع گرفتیم چند وقت پیشتر تا یک ماه دیگر باید این بازار دیگر در اینجا نباشد. خب برای من جالب است که این بینای بلندوشان سلطان کبیر و ما هم می‌بینیم یک بینای دیگر با نام شهرت و در این طرف هم هست مرکز سودای آسیا. خب در این داخل هم نزدیک به 2000 نفر صاحبکار هست. تقدیر این هم از صاحبکارا و تقدیر صاحبکارای دو بینای دیگر با نام شهرت آسیا و بینای اساسی سلطان کبیر چی میشد؟ میریم از مردم میپرسیم که اونها چی انتظاری دارن بعد از یک ماه، آیا با بازار نو میکوچند و یا نه، بازار نو براشون چه شرایط خوب و بدتر دارد، اینجا براشون چه افضلیت بود چه بدیها داشت، همه اینا از خود مردم میپرسیم. انتظار باشین. ما ای محترم رستمی امالی شهردار خواهش میکنیم که صاحبکارای دستگیری کنن اگر علاجش باشه ما را همجا دمونن همین زمانوی کنن ما کار کنیم. جای کارمون خوبه فقط راهمون دورتر میغلطه. ما خیلی نایه رودکی میگیم. از رستم مالی محترم رستم مالی خواهش میکنیم که ما را یک دستگیری کنن. خواهش زیاد میکنیم. میخوای که اینجا بمونین یا که خوب است که جای بازار نوی دیگه برین؟ کارونا چیزی گفتم و دادم هوایا میریم. یعنی خودتون فکر خودتون ندارین؟ شما میگین نکنم. شما سلام علیکم. شما چند سال شده در سلطان کبیر سوداگری؟ 5 سال. 5 سال شده. چی میفروشین؟ خلدنیک، تلویزیون، ترمیسیون، تکنیکا. خب بازاری نو کجا میکوچونن شما را؟ بازاری نو کوشانی ها. کمتر بلندتر خوشون. کوشانیان از شهر چند قبیرون است؟ شهر تقریبا 12 کیلومتر دیگه. اونجا رفتن برای شما چی مشکلی دارد؟ جایی که راهگیرش قیمت‌تر میشه، گوش قیمت‌تر میشه. اگه در درون شهر خوبتر بده، مثال بیشتر خرید میکنن. برای خریدار مشکل است یا برای فروشنده؟ برای هر دوشون مشکل. آها. اینجا خرج و دخلش چه خیلی او بازار چه خیلی رفتن شناس شدین؟ ولی او بازار رو سیگم نرفتیم. این بازار انیق نیست. 100% تایمر ما. فرمان شهر بود که دیگه باید تو فوریه با فکرم که باید خالی شود بازار نه؟ ولی انیق نیست. نشست اخیری که با معاون رئیس شهر بود حضور عوض کبیر که شما بودن یا نه؟ نه بود. یعنی شما میخواین که اینجا بسازین بازار؟ بازار بسازن. میگن که طلبات شهرداری در جوابگو نیست، یعنی در مرکز شهر از تنبشوی نقلیات شما چی پیشنهاد دارین برای رفع مسئله؟ اگه برای مسئله باشه دیگه خوبتر میشه. برای اونجا ماشین بسیار شده در شهر پروبلم بسیار میشه. دیگه تمام ترانسپورت وجود داره که شود با سودا زور میشه. شما فکر نمیکنید که اینجا برای ما یک تا استیان سازن بهتر میشه مثل بازار کاروان؟ استیان که مایده سوخن میشه. نمیشه نه؟ نه. سلامت باشین. نگفتین دیگه چی؟ گپ زنه. چند سال شما فروشنده اید؟ 18 سال. 18 سال یعنی اولی سال گیره 42 سال شد. ولی شهرداری گفت که بازار باید بخیزه. شما فکرتون چی است؟ خوبتر ما فهمیدیم که این بازار میخیزه، اولش که نمیخیزه، که خیز و کاری دولت است. میخیزونه نمیخوزونه کاری خودش. شما چی میفروشین اینجا؟ تکنیکا. اگر که شما از اینجا بکوچین ضرر میبینین یا که فایده میبینین بازاری نو رفتن؟ ما از اینجا اگر کوچه میگه نه ضرر میبینیم نه فایده، برای که جمع به جمع میته هر روی گفتی خودش. اما جای نو به پول میته دو پول کتی؟ اگه اینش پروردگار خودش میدونه، ما با هیچ کی چی نگفته. شما وقتی کوچیدن یگان ضرر قرض هیچ چیزی دارین یا نه؟ نه. فکرتون چی است که شهرداری تقاضا داره که در مرکز شهر بودن چنین بازارها تنبشوی نقلیات و اینا؟ فکر شما چی بود که اگر بازار میستاد اینجا یک نمیدونم استیانکای زمانوی میساختن، راه کشود میکردن؟ بسیار سیستم شهرداری و بازار تکنیکی باید بیرون از شهر باشه. سیستم شهرداری و باید ارکیتکتوری شهر جواب کرد. فهمو در کجا میخواهد سازد در همونجا ما رفته کار کردن میگیریم. ساختمان کوچیدن این با ما دخل نداره. شما همچون فروشنده هیچ ضرری نمیبینید؟ نمیبینم ضرر. برای کار؟ بله. برادر سلام علیکم. فروشنده
بتونم چند جمله فکرتون درباره کوچیدن بازارتون که شما راضی نیستین چی مشکل است چی پیش روی از در بازار وقتی که میکوچه 100% خدور اشکال ما همین تینجی معمولی میریم اکا بازاری نو میرین یعنی راضی که بازاری نو بره چی برازی نیستیم میگن که راه دور میشد مردم خریدار کم میشد شما یگون ضرر میبینید شاید یگان اون ضرر نمیبینیم ان شاء الله با همین خدور راضی 100% روزی بازاری نو رفته دیدین اوه چی شرایط داره شرایطش 100% اکا اینجا چه شرایط خوب و گنده داشت اینجا هم شرایطش خوبه خیلی اکا با مرور زمان اینجا با نمی بالانسش میکنن میگه چی میکنن میریم اونجا میریم با فکر شما ایجا بسین بهتر است که بازاری نو روین بهتر است هر دش بهتره نه که خوبترش اونجا سوزه که تمام شرایطی با موایو کاگی میگن راه دور میشه شما هم به صورت از راه دور می توی کاگان میرم یگان جوی مشکلی نداره خوف ندارین که خریدار دست میتی نه 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 سلامت باشین چند سال شد کار میکنید خیلی ما اکا یک 8-7 سال شد 6 سال چی میفروختین اینه اسباب‌های برقی سلامت باشین چند سال پیش پرداخت دادین 16000 سومون چند متر کوادراته 15 اگر بکوچین پولتون میتین برای دو تاکی میتیم شما یک ماه 2022 فعالیت میکنین یعنی 11 ماه دیگه پولش میتین تاکی میتیم ولی نمیتونیم فکر شما چی است از اینجا بخیزین بهتره که بیستین بهتر براتون خستم آه. تاکی میساد خوبه چی خوبی داشت خوبی همین که کار میکردیم همیشه میگن که بزرگ کهنه و طلبات شهرداری جوابگون است شما چی پیشنهاد دارین شبات او بزرگ ناو میکردن و کنکر بزرگ نو میکرد اونجا کشوندن میریم با اونجا چیکار کنیم میگن که تنبشوی نقلیات حرکت نقلیات خلال میرسونه وقتی هیچ که خلال نمیرسه خلال نمیرسونه شما راضیین که اینجا بیستین بهتر براتون های اکد روزی نزدیک های هو شما اینا چند نفر از پشت کامera بیاد گروهی ابر گپ زنید ها برادر گروهی گپ نه کجا شده شما چیزا میگن اکا فروشنده این در اینجا چند سال شما خریدارین همچون خریدار اکا فکرتون بگین که برای شما اینجا آمدن آسان تر است یا بازاری نوی که از شهر ما حاجی ما چی میگیم ما دولت خودش نمیدونه خودش چیزی ما شما همچون خریدار فکرتون بگین که اینجا آمدن آسان بود براتون یا بازاری نو رفتن آسان میشه ما برای ما هم که جای باشم میره میخریم که ماشین دور شکلی خودم میره میخریم همین انبور در کار شوتونه 5 سومون یا 10 سومون شما برای یک انبور همینجا میونید که میرین بازاری نو اگه اینا یکمش کی اوجی انبور مایده چایده شهرم اگر نه سوار پیش خونه رو میگیریم اوجی یعنی شما به فرقین ما چی ما هیچ بیشتر نمیکنیم اینجا همین بازار چند وقت پس میکوچه فکر شما چی است فکر ما کوچید بریم بزرگ چیکار کنیم دیگه بریم بود یه جای دیگه با فعالیت میکنیم میگن که اینجا بهتر بود مرکز شهر آسان‌تر همین جایی که باشه خدوان خودش نگه داره همش بهتر شما راضیین چون وقتی که میکوچین نگون ضرر نمیبینین شما چی ضرر میبینی اکا اونجا میگن راه دور خریدار کم میشه این نصیب میبینی اکا چیزی گوش نه شما چند سال شد سودا دارین من 15 سال شد 15 سال تجربه چی میگه بازار نوشی چند وقت پس خریدار پیدا میشه ولی تقدیر میبینی یه ماه 2 ماه بیسی با یکی میشه شما در یگون بازار خارج از تاجیکستان بدین یگون مراتبه خیلی بودم همونجا خیتایی که بیش از 1 میلیارد اهالی دارد اهالیش زیاد همین خیلی بازارها چه شرایط دارد که ما هم شاید همون شرایطی که این بازار نخیده شاید شرایطش خوبه اکا همه جو اینجا هم خوبه اونجا هستش هم شرایط شکن یعنی اینجا هم شرایطش برابر خیتو است اکا خب برابر خیتو نیست خوبه یعنی به فکر شما نمیخیزوندن خوبتر بود یا که خیزوندن اکا نمیخیزونده خوبتر بود نه که اکا وقت اومده از چی اومده گه چه دیگه در پلان اومده گه من شهردوری اکا ببینی که چی دیگه میشه سلامت باشین اکای سورا کجاشی؟ نه اکای نمیگی نه؟ چون نمیگی اکای جون؟ گفتن که 30,000 دادگین میسوزه پولتون چون نمیگین؟ به خدا؟ شما راضی که بخیدین؟ به پول گرفتین یا با پول؟ خب شما میگن پول کتی دادیسن اینجا کو؟ شما به پول گرفتین یا با پول بود؟ سلامت باشین پول گرفته سین مغازه اونجا در بازار پول کتی یا به پول برادرو؟ ها؟ به پول اینه نام نمیگم او بازار پول کتی یا به پول برادرو؟ پول خاطر به خدا
برای کوچیدن بازار سلطان کبیر فکر مردم پرسیدن فکر شما چه بازار بخیرد شما کجا میرین چیکار میکنین خونه میریم توجه قشلو کجا ما پرادایسیم در جای شب نیستیم فقط شب مغازین گیرن میریم و نگیرن همچنان شما چند سال همچه سوداگر کردن 2 سال شد اب بازار نو شما را همه شرایط میکنن یا که نه ایده خوبتر ان شاء الله با خوبتر میشه اینجا هم خوب بوده اگه اینجا با خوبتر میشه با فکر من کلانتر اوجه رفتن دیدین من رفتم بچه‌ش اومد دم ان شاء الله میریم خدا خواهد مردم میگن که اینجا نزدیک بود اینجا خیلی راه بود ما تیزتر می اومدیم اونجا راه دور میشد اصلا مسئله است ما هیچ گفتن نمیتونیم و کار دولت اگه اونجا که بزرگ ساخت اینجا پای نخواهیم میکشن سلامت باشین بیا بار فکرتون نبوگه که پولتون کیسه دامونه فکرتون نبوگه نکه سلام علیکم شما چند سال شد فروشنده ما 20 سال شده از سرشوی هم بزرگ بازار نو شما از روی تجربه چی میگه خریدار چند قپس پیدا میشه در بازار نو شو اکنون میدونه که اینجا اومخته شده میگن که همینجا بسته بسته چی خوبی دارد اومخته شده میگن همینجا کلینتو بوم بشه اونجا بریم آها شرایط چی خیلی است ضرور سخت شرایط اونجا چی خیلی است اونجا رو ندیدم اون بزرگ ندیدم سلامت باشه کن زنده باشه بازار سلطان کبیر میخوام پرسم که تقدیر این مرکز شهرت چی میشه این شهرت هم میخواد یا نه بینو درک نداریم آخه چی نه مجلسی که کردن شما رو دعوت کردن نه 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 انیق نیست که شهرت میخواد یا نه نه برای شما در بازار نو پیشنهاد نکردن که بیان جا بگیر نه نه یک محبت باید سلطان کبیر بخواد شما چی هیچی نگفتن شما را شما هم خیلی چی نگفتن شما را که یک محبت شاید اینجا هم بخواد شما اینجا سودا میکنین شما را چی گفتن یا محبت این مرکز هم میخواد یعنی شهرت انیق نیست خیستن و نخیر نه فروشنده اینو خواهیم شما آگاهی نامه هم ندادن شما نه نه همون لحظه هم اونو که میگه که هیچی ما را آگاه نکرده نه خبر نداره آگاه کرده بودم مجلس کردم کو نه همین مجلس کرده بودم نه مجلس برای بازار سلطان کبیر برای شهرت چی مرکز سودای شهرت نه شهرت نکردم هیچ خبر نداره شما برای کار شما ده میدونی خروشی من مسئله کوچاندن بازار سلطان کبیر آمدم که چی میشه تقدیر آسیا ولی شما هیچی گفتن یا نه که اما پس باید ببرین از اینجا یا نه گفتگیم میگن دو باز میگن طول صبران نمیشه این مجلسی که سلطان کبیر که چه شما هم دعوت کردن یا ماه پیش مبین بودین شما را گفتن که کوشانی هم باید کوچین برای شما اونجا علاقه جا گرفتین برای شما اینجا بهتر بود یا اونجا اگر راست بگیم کلین باشه همه جا سوده اونجا رفتین شرایط چه دیدین نرخ گذاریش چه خیلی است برای شما فرق نداره ایستادن و رفتن ایستادن با خوبتره در این شهر همین بنازدیکی بازار سلطان کبیر باید بخواد مرکز آسیا چی میشه تقدیرش تقدیرش حالا هیچ کی چی نگفت شما در این مجلس یکی شو دعوت کردن یک ماه پیش نه آگاهی دادن که شما تو فورال باید از اینجا بکوچینید نه مدعی هیچ چی نگفت برای شما بهتر است که در مرکز شهر بمونید یا که از شهر بیرون بازاری نبرین کدامش بهتر است ما در اون مختگری همینجا داریم رویم نمیدونم چی میشه کنم دست کلینتوتون اینجا دویمی است میان یا که چه خیلی است نمیان شما چند سال شد سوداگرین اگر با بازاری نو بکوچین چی برد و چی باخت میشه شما ده نمیدونم چی میشه و چی نمیشه دست فرماتی
یعنی شما ولی آگاه نیستین که بازار میکوچن. سلامت باشین. خب این چند لحظه نظرپرسی ما از صاحبکاران بازار سلطان کبیر، مرکز سودای شهرت و مرکز سودای آسیا بود که تقریبا فکر میکنم که 50 به 50 یعنی 50 به 50 با اینکه 50% مردم آگاه هست که تا یک ماه بعدی از این بازار میکوچن و بازار نو میرن و 50% مردم هم از بخصوص از مرکز سودای آسیا و شهرت آگاه نیستن که از این بازار میکوچن و جاشون عوض میشد و یا نه. و نظرها هم در مورد اینکه بازار نو روان یا در این بازار بمانن همگونه از 50 به 50 است که بازار نو روان بهتر یا که اینجا بمانن بهتر. من هم یک شهروندی شهر دوشنبه که از سال 2004 در این شهر هستم فکر میکنم که بودن چنین یک مرکزهای سودا در شهر دوشنبه بهتر است. اگر که امروز مشکل میگم مشکلی تنبشوی نقل و در دو طرف راه، نمیدونم مشکلی آرایش بازار، ما میدونیم که این بازار ما یک دو ماه پیشتر مسئله هاش گفته بودیم عموما در جمع مرکز سودای آسیا شهرت سلطان کبیر پروبلم های زیاد دارد، این جای پوشیده اش نیست، ولی فکر میکنم که پروبلم ها را حل کرده برای صاحبکارا سبکی آورده در نقطه ای که حالی هستند و در نقطه ای که خریدار به اونجا اعتماد کرده است، عادت کرده است، بازار را از نو آباد کردن بهتر است. برای که تا 10 سال آینده من فکر میکنم که یکی از آبادترین بازارها در شهر دوشنبه در برابر همه پروبلم هایی که داشت همین بازار سلطان کبیر و اطراف اون بود، در برابر پروبلم هایی که من در ویدیوهای قبلی گفته بودم. البته فکر میکنم که در بازار نو صاحبکارای نو پیدا شوند، جای کاری نو خالی پیدا شود و این وقت رقابت سالم به وجود می آید. این وقت من میتونم برای مثال یک قایچی را از بازار سلطان کبیر خرم چند سامان و از بازار نوی که در بیرون از دوشنبه ساخته میشد چند سامان، یعنی رقابت سالم یعنی صاحبکارا به وجود میاد. شما به هیچ وجه با اون دلیل نپندارید که من آمدم برای دفاع از اون که بازار سلطان کبیر یا مرکز سودای آسیا یا شهرت در جاش پایدار بماند. شهرداری تصمیم میگیرد، شهرداری تصمیم گرفته است، ولی من جانبدار فکری همون 50% مردمی هستم که گفتن که اینجا ما عادت کردیم، اینجا برامون بهتر است، اینجا خریدارا عادت کردن. من جانبدار اون طرفم. سلامت و سربلند باشید، خانه‌تان آباد باشد. ویدیوهایی که ما پیشنهاد میکنیم خوشتان میاد، توگمچه عالی میمونه. خوشتان نمیاد توگمچه پایین موندین. همیشه نظر و اندیشه های تحلیلی بنویسین به دشنام. چند صفحه که براتون تبلیغ میکنم، آبونه شین. ذوق تیوی و با ذوق بک سید امینی دو صفحه دارد و فانوس از دوست ما عبدالعزیز. صلح و ثبات آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان.